سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. محمد هستم و اینجا خوش اومدین به تماشای این ویدیو. امروز اومدم یه سایت معتبر روسی رو بهتون معرفی بکنم که با تماشای ویدیوهای یوتیوب بتونید درآمد خیلی خوبی داشته باشید. ویدیوهای 10 ثانیه‌ای هست و درآمدی که بهتون میده برای هر 10 ثانیه خیلی خوبه و در روز 900 تا ویدیو رو میتونید تماشا بکنید و هر روز ساعت 9 شب هم ویدیوها آپدیت میشه، به روز رسانی میشه و در هر ساعت هم میتونید 200 تا ویدیو رو تماشا بکنید. و اینکه متد برداشت پیر رو داره، TRX رو داره، دوج کوین هم داره و میتونید از این سه روشی که اینجا هست برداشتتون رو ثبت بکنید و درآمدتون رو به کیف پولتون واریز بکنید. و اینکه این سایت چون ویدیوهای یوتیوب رو براتون پخش میکنه، حتما باید با فیلتر شکن روشن وارد این سایت بشید و کسب درآمد بکنید. حداقل برداشت این سایت قبلا 50 سنت بوده، الان شده $1 و به $1 که برسید میتونید برداشتتون رو ثبت بکنید و بدون کارمزد براتون واریز میکنه. البته طی آموزش به قسمت برداشت هم میرسیم، شاید تو اونجا تو این چند روزه یه آپدیتی داده باشم برای هزینه های تراکنش ها. تو اخبار سایت مطلع میشیم و بهش میرسیم که آیا این سایت کارمزدی ازمون کم میکنه یا نه. قبل اینکه بریم سراغ آموزش، لطفا کانال رو سابسکرایب کن، زنگولش هم رو آل قرار بده. هر سوالی هم داشتی توی کامنت بپرس. لایک ویدیو هم فراموشت نشه و ویدیو رو هم با دوستات به اشتراک بذار. خب دوستای عزیز، اینجا صفحه اصلی سایت هست. این اسم سایت هست و توی دیسکریپشن هم براتون میذارم، میتونید از اون طریق به راحتی وارد سایت بشید و کسب درآمدتون رو شروع بکنید. و همونطور که میبینید توی صفحه اصلی هم نوشته که فیلم ها کسب درآمد کنید با تماشای ویدیوها و از این قسمت میتونید وارد صفحه بشید و اینجا هم میبینید که پرداخت از 50 سنت هست و پرداخت های خودکار و از سایت از خودش تعریف کرده. مطمئن و بدون سرمایه گذاری درآمد اضافی به دلار آمریکا از منبع درآمد جدید استفاده بکنید. زمان زیادی نمیخواد، رابط کاربرپسند و بصری. واقعا اینو خوب گفته، درست گفته. خیلی سایت خوبی هست و خیلی راحت میشه توش کار کرد. بعد اینکه مسابقاتی داره، همون چالش هایی داره که این سایت میتونید ازش استفاده بکنید و که درآمدتون رو افزایش بدید. و اینجا هم توضیح داده که برای هر زیر مجموعه‌ای که وارد سایت میشه از طرف لینک زیر مجموعه شما میشه، درصدی بهتون تعلق میگیره. و اینکه تا الان هم 138 روز هست که این سایت فعالیتش رو شروع کرده و تا الان هم 657,489 یوزر هم ثبت نام کردن توی این سایت و تا الان هم 57,231 دلار هم پرداخت کرده. و اینجا هم سوالات متداول این سایت هست که اگر مشکلی داشتین میتونید بیاید اینجا سوال خودتون رو بررسی بکنید و به جوابش برسید. و اینکه اینجا پرسیده که از چه طریقی میتونم کسب درآمد داشته باشم، یعنی برای کسب درآمد چه کاری باید انجام بدم. اینجا هم که بهتون گفتم با تماشای ویدیوهای یوتیوب میتونید درآمد داشته باشید. چقدر میتونم درآمد داشته باشم؟ و اینجا هم که نوشته که هر موقع که بخواید میتونید درآمد داشته باشید، تا هر مقداری که بخواید میتونید درآمد داشته باشید. چند ویدیو میتونم تماشا بکنم؟ اینجا هم من بهتون گفتم 200 تا ویدیو شده 500 تا ویدیو. بله همونطور که گفتم آپدیت داده. و اینجا هم که مهمترینش هست نوشته که آیا میتونم از چندین حساب استفاده بکنم و جوابش اینه که نه، اگه مطلع بشیم حسابتون رو مسدود میکنیم. و حداقل برداشتم اینجا نوشته که 50 سنت هست
ولی باید بریم تو اخبارش رو چک بکنیم ببینیم چه خبر شده. خب از قسمت اینجا ثبت نام یا ریجستر کلیک میکنیم و وارد قسمت ثبت نامش سایت میشیم. خب برای ثبت نام توی این سایت شما یه آدرس ایمیل معتبر و قابل دسترس نیاز دارید، چون احتمالاً براتون توی این روزا یه کد تاییدیه براتون بفرستم، باید ایمیلتون رو اکتیو بکنید و آدرس ایمیلتون اینجا وارد میکنید، یه رمز عبور وارد میکنید برای خودتون و آینت ربات رو کلیک میکنید و در نهایت روی گزینه ثبت نام کلیک میکنید و وارد تاییدیه ثبت نامتون میرسید و از این قسمت آدمک میتونید کلیک بکنید و قسمت وارد شدن و وارد صفحه ورودی بشید و در اینجا هم باید آدرس ایمیلتون رو وارد بکنید. آدرس ایمیلتون رو وارد میکنید، رمز عبورتون رو وارد میکنید، آیم نات ربات رو کلیک میکنید، تایید میکنید و در نهایت وارد شدن رو کلیک بکنید و وارد صفحه داشبوردتون میشید. خب دوستان، اینجا صفحه داشبورد شما هست و اینکه تا الان هر چقدر که پول به دست آورده باشید رو اینجا بهتون نشون میده و از این قسمت میتونید برداشتتون رو ثبت بکنید و در روزی که دارید کار میکنید توی این سایت هر چقدر به دست آورده باشید اینجا نشونتون میده و کلی که درآمد داشتید اینجا نشون میده و هر زیر مجموعه هم که درآمد داشته باشه از این سایت به شما درآمدتون داشته باشید اینجا بهتون نشون میده و سطحی که حسابتون قرار داره اینجا نشون میده و پاداش به درآمد برای سطح فعلی 0.2% هست و کل بازدیدهایی که انجام دادین رو اینجا نشون میده و آمار بازدیدهای امروزتون رو اینجا نشون میده. همونطور که میبینید من توی این یکی دو روزه بازدیدی نداشتم، اومده پایین، ولی طبق این نمودار میتونید بررسی بکنید که چقدر بازدید داشتین از این سایت و کسب درآمد داشتید و پروژه دوم هم این سایت فعال کرده، میتونید از این قسمت واردش بشید و کارهایی که داره رو انجام بدید. از قسمت یوتیوب وارد صفحه کار میشید و اینکه حتما باید با فیلتر شکن وارد بشین چون ویدیوهای یوتیوب رو براتون پخش میکنه مدت زمان 10 ثانیه و این مقدار دلار رو بهتون میده. روی ویو یا چشم انداز کلیک میکنید و وارد صفحه تماشای ویدیوها میشید. اینجا 10 ثانیه تایمر داره، وقتی که ویدیو اینجا اومد پلیش میکنید ویدیو رو و زمانی که ویدیو رو پلی میکنید این تایمر اینجا شروع به کم شدن میکنه و میتونید به راحتی درآمد داشته باشید. به محض اینکه ویدیو پلی میشه اینجا تایمر شروع به کم شدن میکنه، همینطور که میبینید اینجا هم توضیح داده و بدون کار خاصی این مقدار دلار به من اضافه شد. صفحه ویدیو رو میبندم و همونطوری که میبینید اینجا هم نوشت که کار انجام شد. یکی دیگه با هم انجام بدیم. ویدیو رو شروع کنید و منتظر بمانید که تایمر تمام بشه. روی ویدیو پلی میکنید ویدیو رو. نیازی نیست که شما تمام ویدیو رو تماشا بکنید، فقط این ویدیو که این تایمری که اینجا هست 10 ثانیه‌ای که هست باید بشه 0 و مبلغ به خودکار به صورت اتوماتیک به کیف پولتون در این سایت واریز میشه و بعد از اینکه به $1 رسیدید میتونید برداشتتون رو ثبت بکنید. همونطور که میبینید من کاری انجام نمیدم، صفحه رو میبندم و تاسک کامپلیتد یا کار تکمیل شد رو برام میزنه و به همین راحتی من تونستم دلار در بیارم. از قسمت ارجاعات یا همون زیر مجموعه گیری وارد صفحه زیر مجموعه گیری میشید. اینجا لیست زیر مجموعه هاتون رو نشون میده، آمار زیر مجموعه هاتون و مواد تبلیغاتی و
تو هر سطحی که باشید، هر زیر مجموعه‌ای که به دست بیارید اینجا بهتون نشون میده و این هم لینک زیر مجموعه گیری شما هست. میتونید از این قسمت کپیش بکنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید تا بتونید از اون طریق هم کسب درآمد داشته باشید. و اینجا هم که میبینید برای هر زیر مجموعه تو هر سطحی چه مقدار پرداخت میکنه و اینجا هم کل آمار زیر مجموعه هاتون رو نشون میده که میتونید حساب بکنید که چقدر درآمد داشتید. از قسمت پرداخت ها اینجا باید بیاید که برای آدرس کیف پول هاتون رو اینجا ثبتش بکنید و بتونید برداشت داشته باشید. آدرس کیف پول پیر هست و TRX ترون هست، دوج کوین هم هست. شما وقتی که میایید اینجا میخواید برداشتتون رو ثبت بکنید باید کیف پول خودتون رو مشخص بکنید. میاد روی این قسمت کیف پول خود رو مشخص کنید کلیک میکنید و وارد این صفحه میشید. اگه میخواید با پیر برداشت بکنید آدرس کیف پول پیرتون رو اینجا وارد میکنید. اگه نداشته باشید روی ایجاد کردن میزنید، به راحتی میتونید برای خودتون کیف پول بسازید و TRX آدرسش رو اینجا وارد میکنید، دوج کوین هم اینجا وارد میکنید و در نهایت روی این صرف جویی یا همون تاییدیه کلیک میکنید و آدرس کیف پولتون اینجا ذخیره میشه. میتونید برداشتتون رو انجام بدید. و قسمت اخبارهایی که این سایت میذاره رو باید بیاد اینجا ببینید. شاید یه آپدیت داده باشه که به نفع ما باشه یا به ضرر ما باشه، باید مطلع بشیم از این سایت. همونطور که بهتون گفتم درآمد برداشت ها، حداقل برداشت ها شده $1 تماما. دوج کوین، پیر و TRX همونطور که میبینید اخبارهای مهم رو اینجا بهتون میگه. و از قسمت مسابقات هم که اگر مسابقاتی برگزار بشه توی این سایت میتونید مطلع بشید و بیایید اون کارهاشو انجام بدین تا بتونید کسب درآمد بیشتری داشته باشید. الان که هنوزه برای من هیچ مسابقه فعال نیست و فعلا نمیتونم کاری رو انجام بدم. خب همونطور که میبینید من الان امروز این مقدار رو به دست آوردم، این مقدار دلار رو به دست آوردم. 2 تا کار انجام دادم امروز و الانم توی سطح 3 هستم و همونطور که میبینید نمودارم اینجا داره میره به بالا. و دوستای گلم اگه ویدیو براتون مفید بود حتما با دوستاتون به اشتراک بذارید، لایک ویدیو فراموشتون نشه. هر سوالی هم داشتین توی کامنت ها ازم بپرسید و اینکه ویدیو رو با دوستاتون به اشتراک بذارین تا دوستاتون هم بتونن از این سایت و ویدیو استفاده بکنن تا کسب درآمد دلاری داشته باشن مثل شما دوستای گل. این ویدیو هم که این بغل براتون نمایش داده میشه حتما تماشا بکنید چون توش یه نکته رو گفتم که براتون خیلی مفیده. پس لایک ویدیو، سابسکرایب، کامنت فراموشتون نکنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.